روز بخیر بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با سرخط خبرها از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. بحث مسئله مهاجرت در جلسه حکومت. محکوم به زندان شدن یک جوان از دوشنبه برای قتل نابالغ. نظر ولادیمیر زلنسکی درباره آشوب در روسیه و تنقید سخت اردوغان از شوئد برای آتش زدن کتاب قرآن چندی از خبرهای برنامه است. حکومت تاجیکستان برنامه تنظیم مهاجرت برای سال 2040 را بررسی کرده است، کاری که صدها هزار شهروند تاجیکستان از حساب آن روزی خود را می‌یابند. مجلس حکومت روز 29 ایون در دوشنبه گذشت، ولی دفتر مطبوعات پرزیدنت نگفت که منصبداران درباره تنظیم مهاجرت در 17 سال آینده چی گفتند. اما در برنامه که سال 2021 قبول شده است آمده است شماره آنهایی که از کشور بیرون می‌روند نظر به آنهایی که به تاجیکستان می‌آیند برای چند مراتب زیاد است. این حالت به گفته مقامات تاجیکستان را به یکی از کشورهای تامین کننده کادرهای بلند اختصاص از جمله برای روسیه تبدیل داده، در عین زمان سبب کم شدن کارمندان صاحب تجربه و کاهش یافتن اقتدار علمی، ذهنی و در عموم اقتصاد تاجیکستان شده است. هر سال صدها هزار شهروند کشور به سبب بیکاری و نبودن مزد درست به روسیه و کشورهای دیگر می روند. دادگاه شهر دوشنبه ولیجان شرف یک جوان را برای قتل یک نابالغ و مجروح کردن کسی دیگر به سالهای دراز زندان محکوم کرد. دادگاه روز 29 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ولیجان شرف با یک جوان دیگر که از او RM نام بردند درباره دختر تلفنی جنجال کرده و سپس با جمعی از رفیقان خود به ملاقات روبرو آمدند. گفتگوی دو طرف در نزد بازار سامان دوشنبه در روز 2 فوریه امسال به زنازنی و کارتکشی انجامیده است. دادگاه گفته است که ولیجان شرف یک نابالغ را که از او فقط هی نام بردند چند کار زده است که او در را به شفاخانه جان داده است. نفر دوم کار خورده با نام آ تنها جراحت برداشته است. دادگاه برای قتل ولیجان شرف را به 17.5 سال زندان محکوم کرده است. نظری وکیل دفاع محکوم شده و خود او معلوم نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حکومت شوئد را برای اجازه دادن به آتش زدن کتاب قرآن در شهر استکهلم سخت تنقید کرد و روز 29 ایون هنگام تجلیل عید قربان ضمن سخنرانی در حضور اعضای حزبش گفت ما به مردم متکبر غرب درس می‌دهیم که آزادی بیان توهین به ارزش‌های مقدس مسلمانان نیست. اردوغان گفت که ترکیه به چنین اعتراض در استکهلم واکنشی سخت نشان خواهد داد. روز 28 ایون یک مرد در نزد مسجد مرکزی استکهلم نسخه از کتاب قرآن را پاره کرده آتش زد. هرچند پلیس شوئد به این اعتراض اجازه داد ولی بعداً آن مرد را رسما به برانگیختن عداوت ملی و مذهبی متهم کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا گفت که آشوب نافرجام در روسیه ضعف این کشور را نشان داد و در مبارزه کیف به تجاوز ظالمانه روسیه کمک می‌کند. زلنسکی که روز 29 ایون از طریق ویدیو مراجعه می‌کرد گفت ما ضعف آنها را می‌بینیم که بسیار به آن احتیاج داریم. به قول زلنسکی ضعف روسیه دیگران را امن‌تر نگه می‌دارد. روز 23 ایون گروه جنگاوران زرخرید واگنر با رهبری یوگنی پریگوژین که از طرف روسیه در اوکراین می جنگیدند شب 23 ایون راستاوی لب دون را اشغال کردند و روز 24 ایون بعد طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژین رهبر واگنر گفت هدفش برکنار کردن فرماندهان آلوده به فساد و بی‌مسئولیت ارتشی روسیه بود. او بعداً با میانروی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از آشوب دست کشید و به مینسک رفت. از بیدرک شدن شهرت اسمتالویف معاون اول حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و خویشاوند پرزیدنت تاجیکستان یک هفته گذشت. مقامات میگویند او ربوده شده است اما تا هنوز جستجو نتیجه نداد. نه خودی او و نه گمانبر از ربودنش را یافتند. ولی در شرایط تاجیکستان که به گفته مقامات همه چیز زیر نظارت است و به قول یکی از کاربران حتی میخ را با شناسنامه میفروشند، کی و چرا شهرت اسمتالویف را ربود؟ در این باره بعضی از فرضیه ها است که در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی و بعد از 4 ساعت تقدیم می شود. از این رو بازگشت به کانال آزادی ویدیو را فراموش نکنید.
ظفر یعقوبوف، یک تاجیک ازبکستانی که با گناه عضویت در سازمان حزب التحریر در تاتارستان زندانی شده است، میگوید در زندان ولایت سمر روسیه مسلمانان را تحقیر میکنند. محبوس ازبکستانی در نامش به رادیو آزادی نوشته است که پاسبانها او را بارها با هر بهانه به اتاق تنبیه یا شیزا فرستاده مدتی دراز از حق ملاقات با نزدیکانش محروم کردند. به نظر وی ماموریت زندان محبوسان کشورهای آسیای مرکزی را مجبور میکند که جنگ روسیه به ضد اوکراین را دستگیری کنند. نزدیکان زندانی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبریت زندان 26 سمر میان محبوسان با انگیزه‌های دینی نزاع برمی‌انگیزد، اما در دادستانی سمر گفتند که چنین قانونشکنی را در آنجا ندیدند. و اینجا قربی ارزی خارجی را میگوییم، چیزی که هر روز درباره‌اش از ما میپرسید. بانک ملی تاجیکستان برای 30 ایون قرب 1000 روبل روسی را 125 سومانی تعیین کرده است. $100 آمریکایی به 1091 سومانی و 100 یورو 1190 سومانی است. قربی ارزی خارجی عمدتاً در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. پس از 4 ساعت شما را در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی انتظار